بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 19. حق عیش. بسم الله البازخ. 1. زندگی عیش و لذت جویی است و دیگر هیچ. این همان فلسفه زندگی از منظر کفر است که فلسفه زندگی اکثر قریب به اتفاق بشریت بر روی زمین بوده است و لذا هرگاه عیش و لذت به هر دلیلی از میان برود، به واسطه پیری یا بیماری و فقر، آنگاه هر کسی غریزتاً آرزوی مرگ را می کند و زندگی ارزش زیستن نمی یابد. 2. آدمی طبعاً عیاش و لذت پرست است که اساس آن هم غرایز است که مهمترین آن عبارتند از شکم پرستی، مستی پرستی، بازیگری و خواب و مابقی لذایز بشری بر محور و پیرامون این غرایز قرار دارند. 3. آیا لذت چگونه وضعیتی در روان آدمی است؟ اگر دقت کنیم، انواع اعمالی که ما را به عیش و احساس لذت میرسانند مدهوش کنندند، یعنی ما را از خود بی خود می کنند. به نوعی این مسئله در غریزه جنسی و مستی و خواب که علنا به طور واضح و شدیدی حضور دارد، در امور دیگر رقیق تر است. 4. حال در نقطه مقابل عیش و لذت فقر و بیماری و درد و شکست قرار دارند که ما را به غایت هوشیاری و به خودآیی می‌کشانند و به فکر و تعمق وامی دارند. به همین دلیل به هنگام ناخوشی آرزوی مرگ می‌کنیم که خود یک مستی و بیهوشی کامل و عظیم و تمام عیار است. 5. پس فرق آدم کافر و مؤمن همان فرق بین انسان طالب بیهوشی و طالب هوش است. طالب خود و طالب بیخودی، طالب بیداری و طالب خواب. 6. و این است که امروزه که اکثر غرایز بشری اشباع شده و دیگر به هیچ چیزی لذت نمیبرد و هیچ چیزی او را بی خود نمی کند، انواع مواد مخدر و روانگردان قدرتمند به بازار آمده است تا لحظه ای از خود بیهوش شده و لذت ببرد. 7. به تجربه می‌دانیم هر چیزی که قدرت مدهوش کنندگیش بیشتر و لذا لذت بخشتر باشد، قدرت تخریب و تباهیش شدیدتر است و دردها و عذابهای شدیدتری به همراه دارد. 8. هیچ عیش و لذتی در بلند مدت بی درد و عذاب نیست. یعنی آدمی به میزانی که بی خودی و مدهوشی را تجربه کرده، بایستی درد و بیماری بکشد تا به خود آید و بیهوشیش جبران شود. 9. و لذا هر لذت جویی در ذاتش رنج به همراه دارد. یعنی هر امر بیهوش کننده ای نهایتاً به هوش آورنده است و هر مسئله بی خود کننده ای نهایتاً به خود آورنده است در مرحله ای که عذابش پیدا می شود و این یک قانون ذاتی در بشر است. 10. در حقیقت یعنی دوزخ که عرصه به خود آمدن و هوشیاری و درد و عذاب است، حاصل بهشت پرستی و عیاشی و بی خودی بشر است. یعنی دوزخ از بطن بهشت سر در می آورد و دو روی سکه واحدی هستند. 11. نیمه اول عمر آدم ها عموماً بهشتی است و نیمه دومش هم دوزخی. نتیجه منطقی این معادله این است که هر که در دنیا لذت و عیش بیشتری داشته، بعد از مرگ عذاب و دوزخ خواهد داشت.
معنای منطقی و تجربی دیگر این معادله این است که هر که در ظاهر عیش و لذت بیشتری دارد در باطن به همان میزان در عذاب است و بالعکس. این مسئله بیان منطقی رابطه نشئگی و خماری هم می باشد، یعنی هر که عیشش بیشتر عذابش بیشتر. 12. انسان غریزتاً طالب غفلت، نسیان و بیخودی است و لذا معرفت نفس که عین به خودآیی و بیداری و هوشیاری بر خویشتن است مشتریانی بس اندک دارد. 13. هر که بیشتر اهل معرفت نفس و خود آگاهی است طبعاً عیش و لذت و برخورداری غریزیش از حیات کمتر است، زیرا آن جوهره عیش و لذت در نفس بشری همان غفلت و بیهوشی است و لذا معرفت نفس یک عنصر ضد مستی و نشئگی پران نفس است و این است ادابت عامه بشری نسبت به آن، یعنی نسبت به عرفان. 14. و این است آن عرفانی را که اکثر مردم خاصه در این عصر جستجو می کنند. در واقع نوعی داروی بیهوشی و فراموشی و مستی است و لذا در محافل به اصطلاح عرفانی عصر ما مواد مخدر و توهمزا حرف اول را میزند و این همان عرفان ضد عرفان است. 15. رویکرد جماعت به اصطلاح روشنفکر هم به متون عرفانی اساساً به دلیل ابتلای ذهنی به مفاهیم متضاد و گنگ و استعاره‌ای و دیالکتیکی موجود در این ادبیات است که موجب کرختی اندیشه می شود و نوعی مدهوشی پدید می آورد که این نیز نوعی دیگر از عرفان ضد عرفان است که در هنرها پنهان است، از جمله موسیقی و شعر و سینما و فلسفه ها. 16. لذا اکثر انسانها در عرفان هم که مذهب به خودآیی است در جستجوی یک بیهوشی برتر و دیگرند مثل جادوگری. 17. آدمی به هر روشی در جستجوی تعطیلی وجدان و هوش خویشتن است. خاصیت اصلی مذهب خرافه در نزد مردم هم همین امر است که باید آن را افیون مذهب نامید که با توسل به مفاهیم ماورای طبیعی هوش خود را کرخت می سازند و بی خود می شوند. 18. پس عیش و لذت جویی که در جوهرش چیزی جز مدهوشی نیست یک نیاز بشری است. 19. آیا به راستی هیچ راه و روشی و چیزی هم هست که برای انسان در آن واحد مولد هوشیاری باشد و هم لذت، یعنی لذتی بی خماری و عذاب، با هوش و به خود آیی شیرین و آرام بخش؟ 20. این همان معرفت ایمانی یا ایمان عرفانی است. ایمان که گوهره آرامش و لذت روحانی ویژه‌ای است به همراه معرفت نفس که به خودی خود تلخ است و لذا این تلخی همواره موجب هوشیاری است. ترکیب و اتحاد این تلخی و شیرینی میتواند از انسان موجودی بسازد که از دیالکتیک بهشت دوزخ فراتر باشد. این دین فراسوی لذت عذاب است و یا به قول معروف همان خط سوم یا صراط المستقیم هدایت. 21. آدمی از نیمه دوم عمر و خاصه در کهولتش تقریبا همه قوا و غرایز عیاش و لذت جویی خود را از دست داده تا از آتش افتاده اند و برخورداری هایشان بسیار اندک شده است و در مقابل از هر غریزه‌ای که لذت بیشتری در زندگی برده اینک عذاب بیشتری میبرد، یعنی از بابت غفلت و نسیان و مدهوشی هایش در حال جبران و بیداری است و این حق ذاتی وجود انسان است. 22.
آدمی باید در حد اکثر هوشیاری و خود آگاهیش بر درب بزرگترین مدهوشی زندگیش یعنی مرگ وارد شود تا در آنجا به کلی گم و گور و نابود نشود. زیرا مستی و سکران مرگ از مجموعه مستی زندگی هم شدیدتر است و انسان باید بتواند از پس آن براید، وگرنه هیچ راه و امکان ادامه حیات نمی‌یابد و وارد دوزخ می شود که عین ظلمت است. 23. آدمی باید یک نور و چراغی در خور با خودش به گور ببرد تا از آنجا راهی برای عبور بیابد. این چراغ هوشیاری و خود آگاهی و خودشناسی و خداشناسی خود اوست. این همان رزق اخروی است. 24. پس آنچه که در پیری عملاً رخ می دهد و کلاً همه دردها و نداریها و شکستهای زندگی که به خود آورنده اند همان چراغ راه هدایت بعد از مرگ تلقی می شوند تا آدم خودش را در آن ظلمتی که تا مغز جان نفوذ می کند گم نکند و از دست نرود. 25. پس در حقیقت آنچه که باقی میماند نه عیش و لذتها و مستیها که دردها و خماریها و هوشیاریهای ذات است. آنچه که آدمی در این خماریها از خود مییابد توشه آخرت اوست و خود ماندگار و ابدی است. پس لذت جویی و عیاشیها از حماقت و خسران زندگی انسان در جهان است و این هوشیاری است که راه حیات بهشتی را به انسان می نماید و به قلمرو زندگانی با عیش و لذت پاک بدون مستی و خماری می رساند. 26. حیات اخروی از هر نوعی، دوزخی و برزخی و بهشتی و رضوانیش، چیزی نیست که به ناگاه بر اساس یک محکمه به عنوان اجر یا عذاب زیر بغل کسی بگذارند که بلیت ورود به بهشت یا دوزخ باشد. همچون یک کادو نیست، بلکه قلمرو از حیات و هستی است که به واسطه اعمال و نیات و دستاوردهای معنوی و باورهای برحق حاصل می آید. همانطور که مثلا اگر کسی را به ناگاه در یک سیاره دیگری رها کنند، او بر اساس علم و آگاهی و توانایی خودش میتواند در آنجا یک زندگی جدید برای خود فراهم کند. آنچه که با خود از این دنیا میبریم به مثابه مصالح و ابزارها و مواد اولیه است که بایستی به واسطه آنها زندگی جدیدی را رقم زنیم و بسازیم، درست مثل حیات دنیا. 27. تجربیات و یافته های فوق دنیوی ما از حیات دنیا همان توشه و رهاورد ما برای حیات آخرت است. اساس این توشه همان ایمان و معرفت ما درباره آن خود اخروی و ماورای طبیعی است و معرفت ما درباره سمت و سوی خداوند و خدا شناسی ما و شناخت ما برای طبیعی ما که جملگی محصولات هوش و به خود آیی و استقراق و تأملات روحانی ماست که نه حاصل عیاشی و مستیها و بی خودیهای ما که محصول دردها و بیماریها و خماریها و ناکامی ماست. 28. آن که در این دنیا جز عیش و لذت جویی و مدهوشی چیزی نخواسته و نیافته، در آن دنیا دستش خالی است و در قحطی، زیرا هنوز شهوت و حرص و عیاشی و لذایز غریزی را با نفس خود دارد ولی امکانات ارضای آنها را ندارد و دوزخ همین است. 29. آنکه نداری نکشیده اعم از مادی و عاطفی، هرگز به دارایی فوق غریزی و فوق مادی در خود نرسیده است و لذا تهی و قحطی زده و در آستانه نابودی است. 30.
حق لذایذ بشری در حیات دنیا این است که در مواقع قحطی و نداری و بیماری و ناکامی‌هایش دستی به سوی لذایذ فوق غریزی و یا غرایز فوق دنیوی دراز کرده و سرنخ و نشانه هایی یافته که این همان توشه حیات بعد از مرگ است، که این سرنخ و نشانه ها و نمونه ها و برداشت های فوق دنیوی عبارتند از ایمان، دوست داشتن، عبودیت، استغراق، مشاهدات ماورای طبیعی و محبت و اتصال به اولیای الهی و نهایتاً خود خداوند و باورهای قلبی و روحانی و معارفی که خود در حیات دنیا به یقین تجربهشان نموده است و با او هستند. این توشه آخرت بی تردید محصول عیاشی ها و لذایذ غریزی و بازیگری ها در حیات دنیا نمی تواند باشد. و کلام آخرین که کسی که دلش به حیات بعد از مرگ محکم است پس به همان میزان دستش خالی نیست. هراس از مرگ نشان تهی بودن انسان است. ولی از همه این دستاوردهای معنوی گذشته مهمتر و برتر از همه همان ایمان و امید به خدا و اولیای اوست که بعد از مرگ به یاریش آید. این همان نوری است که میتوان راه حیات بعد از مرگ را یافت و طی طریق نمود. حق عیش درد است، حق مستی خماری است و حق درد و خماری هم بیداری و راهیابی و جهش از حیات دنیاست. درد و بیداری است که انسان را به مرگ راغب می کند که سکوی پرش است. خوشا به حال کسی که به اراده خود می میرد. مرگ تنها مستی بیدار کننده و به هوش آورنده است. مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. پیامبر اسلام صلی الله